سلام، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از چنل ایرانیان آلمانی. قراره تو این ویدیو یک سری روش‌هایی رو بررسی کنیم که اگر خودخوان دارید جلو میرید یا اگر کلاس میرید و میخواید یه سری مهارت خاص رو تقویت کنید، میتونید از این روش‌ها استفاده کنید. اول بپردازیم به یک سری روش قدیمی که خودتونم بلدش هستید ولی خب خیلی وقت ازش اشتباه استفاده میکنید یا نصف نیمه ازش استفاده میکنید. بهترین روش برای یادگیری لهجه و همچنین اصطلاحات محاوره‌ای فیلم دیدنه. فیلم زیرنویس باید ببینید. یه فیلم آلمانی رو دانلود میکنید و با زیرنویس فارسی میبینید، نه اینکه با زیرنویس آلمانی یا بدون زیرنویس. حالا چی قراره یاد بگیرید اصلا از این؟ شما یک سری اصطلاحات آسون و محاوره‌ای رو توی این سریال خب بهش برمیخوری. فقط کافیه که یکی دو جمله از هر قسمت، از هر اپیزود یا از هر فیلم یاد بگیرید. همین. لازم نیست کل ماجرا، کل داستان رو دونه دونه بیاید بررسی کنید ببینید داره طرف چی میگه. اگر این کارو کنید خیلی زود خسته میشید و احتمالاً میذاریدش سری کنار. ولی اگر از فیلم لذت ببرید و همینجور با زیرنویس فارسی ببینیدش، فکر کنید که یه سریال معمولیه. فقط یکی دو تا جمله آسون رو بتونید ازش یاد بگیرید، بعد از یه مدت هم لهجهتون درست میشه، همون اصطلاحا خیلی به کمکتون میاد. روش بعدی که کمتر بهش توجه میشه، کتابای دو زبانن که یکیشو من اینجا دارم، براتون عکسشو پیدا کردم این زیر میذارم، که با استفاده از این کتابا شما میتونید یه سری داستان یا یک سری شعر بخونید، ترجمهش رو کنارش داره. هر جمله‌ای که میخونید به راحتی میتونید اونور ترجمهش رو ببینید یا سعی کنید که خودتون ترجمهش کنید. و روش جدیدتر، استفاده از هوش مصنوعی. همه ما امروز از هوش مصنوعی استفاده میکنیم و میشناسیمش، ولی دقیقاً نمیدونیم که چجوری میتونیم باهاش زبان یاد بگیریم. به عنوان مثال، اگر چت جی پی تی رو دانلود بکنید، اون پایین سمت راست یه گزینه‌ای داره که برای مکالمه کردنه، اما از این گزینه چجوری استفاده کنیم؟ میایید ازش میخواید که بهتون یه سناریو بده یا خودتون بهش یه سناریو معرفی میکنید. مثلا میگید که تو دکتری، من مریضم، بهت مراجعه میکنم، بیا به زبان آلمانی با همدیگه صحبت کنیم. شما یه سری چیزا میگید، اون یه سری چیزا جوابتون رو میده و در انتها بعد از اینکه مکالمتون تموم شد، حالا بر فرض میایید میگید که غلط‌های گرامری من رو درار. یعنی بهش میگید که من چه اشتباهاتی داشتم. اون میاد هر اشتباهی که داری رو بررسی میکنه، متنی که گفتی رو بررسی میکنه و در نهایت بهت میگه که آقا اینجا مثلا یادت رفت فعل رو بندازی آخر، اینجا یادت رفت زمان رو گذشته کنی، اینجا از ضمیر اشتباه استفاده کردی. کامل بهت توضیح میده به زبان فارسی و اینجوری خیلی راحت میتونی اشتباهات رو تو این مکالمه در بیاری. قابلیت دیگه‌ای که تمام هوش مصنوعی‌ها دارن، تصحیح کردن متن هستش که برای کسایی که میخوان برن امتحان بدن خیلی عالیه. شما به جای اینکه یک نامه بنویسید حالا ببرید پیش استادتون بخواد تصحیح کنه، حالا یه سری غلط‌ها رو ببینه نبینه، اصلا دسترسی داشته باشید به استاد، به راحتی میتونید متنتون رو تایپ کنید برای هوش مصنوعی یا اینکه عکس بگیرید براش بفرستید، تمام متنتون رو بررسی میکنه و بهتون آخرش یه نمره میده یا میگه مثلا اینجا رو اشتباه کردی، اونجا رو اشتباه کردی، بهتره که از این جمله استفاده میکردی، بهتر بود اینجا زمانش رو مثلا گذشته میکردی. تمام نکات رو بهتون میگه. ممنون که تا انتهای ویدیو تماشا کردید. ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید و اگر میخواهید زبان آلمانی یاد بگیرید چنل ما رو سابسکرایب کنید.